دوستای خوب من سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از دوره‌های مدرسه یا گرافیکال. خیلی خوشحال هستم که دوباره در خدمتتون هستم. قرار هستش که ساعتی رو با همدیگه و نرم افزار محبوب ادوبی پریمیر سپری بکنیم. نرم افزار رو نصب بکنید، آماده باشین، بریم سراغ نرم افزار. خیلی خوب، دوباره سلام. این برگ تقلب منه. حالا اون سرتیترها و سرفصل‌ها رو چک میکنم که نکته ای از قلم نیافته و همه موارد رو گفته باشیم تا آموزش خوبی هم داشته باشیم. طبیعتا وقتی که برای بار نخست وارد نرم افزار ادوبی پریمیر میشیم با همچین صفحه‌ای روبرو خواهیم شد. در قسمت بالای نرم افزار مین منیو یا منوی اصلی نرم افزار رو مشاهده میکنیم که کلید رسیدن به یک سری امکانات نرم افزاری هستش. قسمت پایینی حالا به کل این قسمت که مشاهده میکنین قسمت هوم نرم افزار گفته میشه. قسمتی هستش که شما میتونین یک پروژه جدید رو ایجاد بکنید یا یک پروژه‌ای که از قبل ایجاد کردید رو باز بکنید. قسمت سمت چپ هوم دو تا باتن رو مشاهده میکنیم. نیو پراجکت که خب برای باز کردن یک پروژه هستش، گیلد میان برش یادتون باشه کنترل آلت ان هستش. و قسمت بعدی یعنی دکمه بعدی که وجود داره اوپن پراجکت هستش که اگر پروژه‌ای که قبلا باز کردین یا پروژه‌ای که ممکنه یک شخص دیگه ای انجام داده باشه و شما میخواین باز بکنیم مثل پروژه دانلودی، میتونید از این دکمه استفاده بکنیم. خب حالا بهترین راه برای باز کردن یک پروژه نیستش. ما خب میتونیم از این استفاده بکنیم که صرفا روش دابل کلیک بکنیم و پروژه باز بشه توی پریمیر، ولی خب این هم در مواردی میتونه واقعا به درد بخور باشه. کلید میانبر هم برای اوپن کنترل او هستش. قسمت بعدی که احتمالا شما نمیبینیدش قسمت ریسنت هستش که اون چند تا پروژه‌ای که اخیراً کار کردین که تقریبا فکر می‌کنم 10 عدد هستش برای شما اینجا لیست میشه و در واقع یک دسترسی سریع هستش که با کلیک کردن براشون پروژه توی پریمیر برای شما باز میشه و خیلی سریع میتونید بهش دسترسی داشته باشین و کارتون رو انجام بدین. همچنین با مراجعه مسیر فایل و اوپن ریسنت هم اون پروژه‌ای که حالا اخیراً توی پریمیر انجام دادین و سیوش کردین، این مهمه، سیوش کرده باشین رو میتونید در قسمت اوپن ریسنت یا در قسمت ریسنتی که اینجا وجود داره مشاهده بکنید. در قسمت ریسنت آخرین باری که اون پروژه رو سیو کردین مشاهده میکنید که برای من 2 دقیقه پیش بوده و قسمت بعدی سایز هست که سایز اون پروژه رو نشون میده. قسمت بعدی هم کایند یا نوع اون پروژه هستش که پریمیر پرو پراجکت هستش و به طور مثال اگر روی فضای ابریتون ذخیره کرده باشین این قسمت به در واقع کریتیو کلاود داکیومنت تغییر خواهد کرد که خب برای این کار باید قانونی خرید کرده باشید تا بتونید یک پروژه روی کریتیو کلاودتون ذخیره بکنید. خب برای ایجاد یک پروژه گفتم که میتونیم برای دکمه نیو پراجکت کلیک بکنیم یا کنترل آلت ان رو بزنیم یا مراجعه بکنیم به مسیر فایل نیو و پراجکت رو بزنیم. وقتی که کلیک کردیم یا حالا با هر کدوم از این سه روش وارد شدین به این محیطی که باز شده، این قسمتی که باز شده قسمت ایمپورت نامیده میشه و این محیطی که در واقع داریم مشاهده میکنیم از ورژن 2021 یا اگه اشتباه نکنم فکر کنم 2022 یا 2021 از اینها به نرم افزار پریمیر پرو اضافه شد و همچین محیطی رو ما داریم مشاهده میکنیم. قسمت نخستی که وجود داره پراجکت نیم هستش که خب طبیعتا نام پروژه‌ای که قراره توی پریمیر ایجاد بکنیم رو میتونیم وارد بکنیم. به طور مثال من پریمیر کورس میزنم و این میشه نام پروژه من. قسمت بعدی پراجکت لوکیشن هستش که میگه این پروژه رو کجا میخوای ذخیره بکنی، مثلا روی دسکتاپت میخوای ذخیره بکنی، روی داکیومنتت، یا اگر یک لوکیشن خاصی مد نظرت هستش چوز لوکیشن رو بزن. من مثلا داکیومنت رو انتخاب میکنم و سلکت فولدر رو میزنیم و پروژه من با نام پریمیر کورس در اون لوکیشن ذخیره خواهد شد. قسمت بعدی من که به طور کلی اینجا که مشاهده میکنید قسمت میدیا ایمپورت هستش به شما اجازه میده تا به هنگام ساختن یک پروژه یک سری مدیاها، یعنی شامل فیلم میتونه باشه، عکس میتونه باشه، میتونه صدا باشه، میتونه در واقع موزیک باشه و غیره، خیلی چیزای مختلف میتونید به هنگام ساختن پروژه انتخاب بکنید که اون هم وارد نرم افزار بشه. البته که ما در بعد شروع این کار انجام نخواهیم داد و در واقع جلوتر یاد میگیریم که چطور از داخل خود پروژه وارد بکنیم، ولی خب حالا بهتون یاد میدم که چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم ابتدا لوکیشن رو انتخاب بکنیم که ببینیم اون فایل هایی که میخوایم وارد بکنیم در چه لوکیشنی هستن. مثلا حالا من انتخاب کردم در فولدری به نام S1 فایلز بعد ایوان که مربوط به این جلسه اول اپیزود وانمون هستش و 2 تا فایل داریم گرل بوی برای دانلود هم برای شما قرار دادم، میتونید دانلود بکنید، حتما این کار رو انجام بدین.
و میتونید در واقع با کلیک کردن بر روش به هنگام ساختن این پروژه این فایل ها رو هم وارد نرم افزار بکنید. صرفا حالا الان این کار رو انجام ندید، بعدا خودتون میتونید تست بکنید. قسمت دیوریشن میتونید مدت زمانش رو ببینید که خب 6 ثانیه و 1 فریم هستش. صدم ثانیه نگین ها، یه سری مدرسا رو میبینم میگن صدم ثانیه، اون صدم ثانیه نیست، اون فریم هستش. 6 ثانیه و 1 فریم هست، یا اینجا مثلا 7 ثانیه و 48 فریم هستش. این حال پروژه ما چون 60 فریم هستش داره پشتیبانی میکنه و در رابطه با فریم صحبت کردم. فریم ریتش رو داریم مشاهده میکنیم که خب 60 فریم هستش، ابعادش رو میبینیم و غیره. اگر حالت نمایشی رو از لیست ویو به آیکون ویو یا گرید ویو، اینجا گرید ویو گفته میشه، جلوتر آیکون ویو گفته میشه، اگر تغییرش بدیم میتونیم حالا بزرگتر با حالت فامنیل مشاهده بکنیم و اگر ماسمون رو بیاریم روش و درگ بکنیم میتونیم پیش نمایشی از اون پروژه رو، از اون فوتج رو مشاهده بکنیم. حالا دکمه کرییت رو بزنید. تبریک میگم، اولین پروژهتون رو داخل پریمیر ساختیم. وقتی که برای بار نخست یک پروژه رو توی پریمیر ایجاد میکنیم، همچین محیط کلی رو مشاهده میکنیم که بهش ورک اسپیس یا محیط کاری گفته میشه و به هر کدوم از این محیط هایی که در واقع با کادر سیاه رنگ از همدیگه جدا شدن پنل گفته میشه. اما پنل واقعا چیه؟ در نرم افزار پریمیر پرو و البته بقیه نرم افزارهای کمپانی ادوبی پنل های مختلفی وجود داره که هر کدوم از این پنل ها یک امکانات خاصی رو ارائه میدن. مثلا پنلی داریم به نام تایملاین که ویژگی های مربوط به مونتاژ مدیاهای مختلف رو ارائه میده. تعداد خیلی زیادی پنل در پریمیر پرو وجود داره. از پرکاربردترین پنل های پریمیر میتونیم به پنل تولز یا همون جعبه ابزار، پنل پروگرام مانیتور، پنل تایملاین و پنل پراجکت اشاره کنیم. خب حالا به طور مثال پنل تایملاین اینجا داریم میبینیم که از همون پنل های پرکاربرد، پنل پراجکت، پروگرام مانیتورینگ که حالا با اینها آشنا خواهیم شد. پنل ها رو ما میتونیم شخصی سازی بکنیم. به طور مثال پنل لرن تلفظش سخت شد که پنلی هستش که به شما در واقع برای یادگیری کمکتون میکنه. پنلی هستش که اجازه میده تا شما به یک سری توتوریال ها، به یک سری آموزش ها دسترسی داشته باشین. البته ملزم این هستش که شما نرم افزار قانونی تهیه کرده باشین. اگه هر کدوم از این پنل ها رو بخوایم ببندیم، میتونیم روش راست کلیک بکنیم و کلوز رو بزنیم و بدین طریق پنل برای شما بسته خواهد شد و خب طبیعتاً به تبع اون ورک اسپیس شما هم یه جوری میتونیم بگیم شخصی سازی شد. حالا ما میتونیم فضای در واقع مربوط به اون پنل رو دوباره شخصی سازی بکنیم، کمتر بکنیم یا بیشتر بکنیم. به طور مثال من موسم رو میارم اینجا، با کلیک و درگ کردم مشاهده میکنیم که اون فضا رو اومدیم و کوچیک‌تر کردیم، فضای کمتری رو به سورس مانیتور اختصاص دادیم و حالا فضای بیشتری رو به پروگرام اختصاص دادیم. در کنار این قابلیت شما میتونید پنل هاتون رو در لوکیشن یا در پوزیشن یا در موقعیت دلخواه خودتون هم قرار بدین. به طور مثال پنل پراجکت، حالا این سلیقه منه، شما با دلخواه خودتون میتونید چینش بدین. پنل پراجکت که پنلی هستش که شما میتونید فایل های مختلف یا همون فوتج ها یا همون مدیا ها رو وارد نرم افزار بکنید. پنلی هستش که شما میتونید حالا با سلیقه خودتون شخصی سازی بکنید. با کلیک و درگ کردن و انتقال به لوکیشن دلخواه خودتون میتونید به موقعیت جدیدی انتقال بدید. من مثلا میارم اینجا در مرکز قرار میدم، یا فرق نمیکنه، میتونید بیاین اینجا در این قسمت بالایی قرار بدین تا با پنل دیگه ای هم خانواده بشه و با کلیک کردن بر روی هر کدوم از این پنل ها اون پنل برای شما باز میشه. یا میتونید موستون رو بیارین روش و قلتک موس رو بچرخونید و میتونید بین اون پنل ها گردش بکنید. پنل مدیا براوزر هم پنلی هستش که حالا من خودم خیلی ازش استفاده نمی کنم. روش راست کلیک و کلوز پنل رو میزنم. طبیعتا این همه پنل هایی نیست که توی نرم افزار پریمیر میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و پنل های خیلی زیادی داریم که امکانات مختلفی رو به ما ارائه میده. کجان پس؟ اگه بخوایم پنل های مختلف رو فراخوانی بکنیم، دو تا روش وجود داره. یا از کلید میانبرش استفاده بکنیم، یا اینکه بریم سراغ مسیر ویندو و پنل های مختلف رو مشاهده میکنیم که اینجا میتونیم فراخوانیش بکنیم. یکی از پنل های پرکاربرد توی پریمیر میدونی که پنل ایفکتس هستش. کلید میانبر شیفت 7 میتونید بزنید و براتون باز میشه. حالا جای بدی باز شده به خاطر اینکه لوکیشن دیفالتش قبلا اینجا بوده. من دوست دارم این رو کلیک و درگ بکنم و میام، نمیخوام با این هم خانواده بشه، میخوام که سمت راست این خانواده قرار بگیره یا سمت چپ پنل پروگرام مانیتور قرار بگیره. پس میارم در واقع توی این سایت، میبینید که
این قسمت یه حالتی سرمه‌ای رنگ شد، رها میکنم و پنل ایفکتس من در این ناحیه قرار گرفته. حالا چون پروگرام خیلی اهمیتش بیشتر هستش، من یکم کلیک و دراگ میکنم سمت چپ تا فضای بیشتری رو به پروگرام مانیتور اختصاص بدیم. پنل دیگه ما که خود دوباره خیلی پرکاربرد هستش، ایفکت کنترلز هستش. شما هم لطفا حتما این کارو بکنید، باز بکنید منظورم، و این رو هم میام با همین هم خانواده میکنم چون مربوط به افکت ها هستش به طور کلی. و پنل بعدی ما اودیو کلیپ میکسر هست با کلید میانبر شیفت 9 که میتونید باز بکنید و حالا به صورت دیفالت همینجا باز میشه. اگر اینجا باز نشه شما هم خانواده بکنید با پنل های سورس و پراجکت. خب ببینید ما الان اومدیم ورک اسپیس رو برای خودمون شخصی سازی کردیم. حالا بذار اینم انجام بدم. اینم میخوام کوچیک‌تر بشه تا فضای بیشتری تو تایملاین بدیم، چون تایملاین خب در کنار پروگرام مانیتور خیلی اهمیت بیشتری داره و پرکاربرد بیشتر میریم سراغش. میگفتم ورک اسپیسمون اومدیم شخصی سازی کردیم به حالت دلخواه خودمون. حالا که ورک اسپیس رو با حالت دلخواه خودمون شخصی سازی کردیم، بهتر هستش که این حالت رو برای خودمون ذخیره داشته باشیم تا وقتی که بین ورک اسپیس های دیگه گردش میکنیم دوباره این ورک اسپیس من دیفالت ذخیره شده باشه و دوباره مجبور نباشم که هر دفعه میخوام که این محیط رو داشته باشم بیام و از صفر این چینش رو انجام بدم. گفتم ورک اسپیس های دیگه، مگه حالت های دیگه هم وجود داره؟ میگم بله. نرم افزار به صورت دیفالت در قسمت ورک اسپیسز ورک اسپیس های مختلفی رو به شما ارائه میده. به طور مثال ورک اسپیس ورتیکال، اسنشل، اسمبلی و غیره که حالا این دوتا جدید هستن که توی این ورژن به نرم افزار اضافه شدن. ما اگر بخوایم این ورک اسپیسمون رو ذخیره بکنیم، این قسمت پایین گزینه وجود داره سیو از نیو ورک اسپیس، میتونیم روش کلیک بکنیم و پنجره نیو ورک اسپیس که باز شد نام این ورک اسپیس رو میتونیم وارد بکنیم. به طور مثال من ماین وارد میکنم، یعنی مال من، اوکی رو میزنم و الان توی این لیست میبینیم که ورک اسپیس ماین هم اضافه شد. اوکی که این برای من. حالا مثلا به ورک اسپیس ورتیکال مراجعه میکنیم. ورک اسپیسی هستش که برای کارهای در واقع ادیت عمودی خیلی کاربرد داره. مثلا ریلز اینستاگرام یا شورت یوتیوب رو میتونیم در واقع توی این ورک اسپیس انجام بدیم. و ببینید حالا میخوایم برگردیم به ورک اسپیسی که خودمون تنظیم کردیم، دوباره ماین رو میزنیم و برمیگردیم به این ورک اسپیس و حالا میتونیم کارمون رو در این محیط دوباره انجام بدیم. حالا این ورک اسپیس دلخواه من یا بقیه ورک اسپیس هایی که به صورت دیفالت وجود دارن رو به هر دلیلی اومدیم به هم ریختیم یا حالا در طی کار اومدیم یه کاری رو انجام دادیم و بعداً خواستیم که اینو نمیشه جابجا کرد، که بعداً خواستیم که دوباره ریست بکنیم به حالت قبلی، میایم دوباره ورک اسپیس یه گزینه داریم تحت عنوان ریست تو سیفت لی اوت میزنیم و برمیگرده به همون تنظیمات دیفالتی که ما ذخیره‌اش کردیم. در قدم آخر همچنان چه اگر بخوایم ورک اسپیسی رو حذف بکنیم میتونیم ادیت ورک اسپیس رو بزنیم و به طور مثال ماین رو انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم و اون ورک اسپیس من حذف میشه. همچنین اگر بخوایم لوکیشن یا پوزیشنش رو جابجا بکنیم با کلیک و درگ کردن، مثلا من میام ماین رو بالاتر از همه قرار میدم و میتونه در موقعیت بالاتری قرار بگیره. یادتون هم باشه ورک اسپیس های دیفالت نرم افزار رو نمیتونید حذف کنید. حالا اوکی رو میزنم، مشاهده میکنیم که ماین در قسمت بالاتر قرار گرفته. خب ترجیحاً حالا پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتین شما هم ورک اسپیستون رو به این شکل چینش بکنید. پنل ها رو ما توی جلسات بعدی هم به همین شکل پیش خواهیم رفت. اگر پنل هامون این هم باشه قطعا بهتر میتونید یاد بگیرید. خیلی خب، حالا که با نرم افزار و ورک اسپیس ها آشنا شدین، ما جلسه بعد فایل ها رو وارد نرم افزار میکنیم و شروع به ادیت خواهیم کرد.